حاجی این سری اومدیم بلک مارکت، متوجه این داداشمون شدم روبرومونه، ما هم رحم نکردیم مستقیم سرش رو زدیم و تازه بعد متوجه شدیم نتش خراب بود. از وجدان گرفتم و گفتم داش ببخش. بعدش متوجه این ماشین شدیم و تو بمبگذاری داشت حرکت میکرد و منم گفتم داش اوه تلکی داداش حقیقتا شاشیجم تو شانست. بعدش سوار بر اسب تک شاخ بودیم و خواستیم داداشمون رو زیر بگیریم، اما خیتمون کرد و سوار شد. گفتم داش منو خیت نکن به خدا عاقبت نداره. آقا وقتی میمیری دیگه فوش دادن چی؟ الان نگاه طرف کن. کسکش من آقا پینگم بالاه کسخور مادرتو گاهیدم همیز داداش نت هممون زبال است، باش کنار بیا فوش نده. کسکش پینگم بالاست اینترنت ندارم نه. داداش ایرانی بودن کار سختیه درکت میکنم اما باز دلیل بر فوش نمیشه. آقا ما اینجا هیچی بهش نگفتیم، من اگه شما بودین چی بهش میگفتین؟ سابسکرایب بدت نره فعلا بدرو.